سرکوب صداهای مستقل و انتقادی در تاجیکستان در سال 2023 نیز ادامه کرد. صدا سازمان غیر دولتی ناچار از کار ماندند، بلاگران مستقل دستگیر شدند، فعالیت بعضی از تشکیلات‌های مذهبی ممنوع محدود گشت. فعالیت چندین حرکت و حزب سیاسی که از طرف حکومت همچون خطر بررسی می‌شوند، از جمله حزب نهضت اسلامی و گروه 24 همان ممنوع است. چند عضو هر دو گروه مدت طولانی در محبس هستند و چند دیگر آنها را به طور مجبوری از خارج برمیگردانند. پس از آنکه اعتراضهای آسایشته سال 2021 و 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از زور پراکنده کرده شد، حکومت به سرکوب دیگراندیشی در این منطقه ادامه داد. حکومت تاجیکستان اعتراف پامیری ها را به عنوان اقلیت علاهده ملی رد کرد. زوراوری خانوادگی به ضد زنان و دختران هنوز به طور وسیع پنهان شده است. هم جنسگرایان و ترنسگندرها از جانب مقامات حفظ حقوق تعقیب می شوند. بعد با استفاده از زور از طرف حکومت پراکنده کردن اعتراضهای آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان و سرکوب دوامدار حامیان حقوق بشر، حقوق شناسان، روزنامه‌نگاران و فعالان مسائل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را بررسی می‌کردند، مقامات به بستن و یا ملی گردانیدن شرکت‌های شروع کردند که به بنیاد آقاخان تعلق داشت. چند سازمان غیر دولتی که از طرف بنیاد آقاخان سرمایه گذاری شدند بسته شدند. در نیمه اول سال 2023 مقامات تاجیکستان بسته شدن 239 سازمان غیر دولتی و در سال 2022 بسته شدن بیش از 500 سازمان دیگر را اعلام کرد. بسته شدن سازمان ها با تصمیم دادگاه و یا تصمیم خود سازمان ها احتمال نتیجه فشار حکومت بود. 5 تشکیلات از جمله اساسیت حقوق شناسان پامیر و 2 گروه جوانان در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان با گمان مناسبت با گروه‌های جنایی محلی بسته شدند. دادگاه‌های دوشنبه در ماه ژانویه درباره برهم دادن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان حکم برآورد. این سازمان درباره مسائلی که برای دولت حساس می‌نمود از جمله حق منزل و حفظ حقوق روزنامه‌نگاران و قربانیان شکنجه فعالیت داشت. در ماه سپتامبر در جریان سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به آلمان برای ملاقات با صدر اعظم اولاف شولز، نمایندگان گروه 24 همایش اعتراضی تشکیل کردند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان خویشاوندان آنها را بازداشت کردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ایول صحیفه نو تاجیکستان را که به گروه 24 تعلق دارد به گمان تندگرایی منع کرد. همچنین صحیفه های مؤلفان این وبسایت در تلگرام، فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام منع شد. برای همکاری با این وبسایت جزا از آزادی محروم ساختند. به مدت تا 8 سال پیش بینی شده است. یک هفته پیش از این دادگاه عالی سامانه پامیر دیلی نیوز را که از نوگری‌های روزمره ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر میداد منع کرد. این نشریه یگانه رسانه‌ای بود که پس از سرکوب اعتراضها در سال 2022 از وضعیت ولایت مختار کوهستان بدخشان گزارش میداد. در ماه مارس ژورنالیست مستقل خورشید فاضلوف با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع از جانب کمیته امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شد. در ماه می یک دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد. در ماه فوریه به ضد روزنامه‌نگار مستقل و بلاگر تاجیک رستم جانی که در شهر پراگ زندگی می‌کند با اتهام تنقید مقامات تاجیکستان برای استفاده از حجیات زوراوری در پخش گردهمایی و آسایشته در بدخشان پرونده جنایی باز کردند. مقامات آلمان در ماه ژانویه عبدالله شمس‌الدین یک فعال سیاسی را که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیوند دارد از این کشور راندند. در ماه مارس عبدالله شمس‌الدین با اتهام دعوت عمومی برای به زوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گناهکار دانسته شده به 7 سال زندان محکوم گردید. در ماه آگوست حکومت بلاروس عضو گروه 24 نظام‌الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان استرداد کرد. مقامات تاجیکستان او را هنوز سال 2017 برای تنقید رئیس جمهور و حکومت بر روی خط بین المللی شخصان تحت جستجو گذاشته بودند. در ماه ایول و سپتامبر 2 شهروند ترک امسال کوچ و کورال ورای که در تاجیکستان حق استقامت دائمی داشتند رد بوده و برخلاف اراده خود به ترکیه برده شدند. هر دو تقریبا 30 سال در تاجیکستان به حیث آموزگار در مکتب‌های ترکی وابسته به حرکت زیر رهبری روحانی فتح‌الله گولن کار کردند. تا به امروز 205 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در پی مرافعه‌های بسته و با اتهامات اشتراک در اعتراض‌های آسایشته
در این منطقه صلح‌های گوناگون از آزادی محروم کرده شدند. 11 نفر آنها حکم ابدی گرفتند، 85 نفر از 10 تا 29 سال و 53 نفر از 1.5 تا 9 سال محکوم گردیدند. هنگام نوشتن این گزارش حداقل 20 فعال حقوق بشر، حقوق شناسان و روزنامه‌نگارانی که حمل حکومت را در سال 2022 تنقید کردند با مهلت طولانی از آزادی محروم کرده شدند. بسیاری از آنها به خویشاوندان از شکنجه و رفتار بی‌رحمانه در زندان شکایت کردند.